سلام بچه ها، خوش اومدیم به اولین ولاگ چنلم. ما الان اومدیم نمک‌آبرود، میخوایم بریم سوار تلکابین بشیم. تمام مسیر تلکابین رو براتون ویدیو میگم. البته تمامش که نه، چون با خانواده هستم نمیشه. بیشتر مسیر تلکابین رو براتون ویدیو میگیرم. پس حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلم ساب کنید، زنگوله رو هم بزنید، ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. حالا بریم که تلکابین رو داشته باشیم. Love it if you wanna go, I'm down. Darling, we'll make a bigger thing. بچه ها اون روبرو تلکابین ها هستش، الان میخوایم بریم سوار بشیم. خیلی خوب بچه ها، بریم سوار شیم. بچه ها سوار شدیم، جان تلکابین ها دارن میرن. بچه ها یکی از بزرگترین مشکلاتی که اینجا پیش میاد، من اولفصل ترس از ارتفاع دارم و الان تازه اول راهیم و خیلی اومدیم بالا. قراره بریم تا اون بالای کوه، تا بالای کوه قراره بریم بچه ها. نمیدونم چجوری قراره پیش بره. بچه شاید فکر کنید اینا مهه، ولی در واقع اینا همه ابره. ما الان اینقدر بالاییم، لابلای ابراییم. بچه اینجا اومدن یکی از این تابای لب دره سوار شدن و خیلی هم ترسناکه این تاب. ببینین قشنگ انگار داری پرت میشی لب دره، خیلی ترسناکه. بعد بچه اینجا یه مکانه، هم پول معلق داره هم زیپلاین، هر دوتاش هم خیلی ترسناکه. بچه الان تاب داره میره بالا، از اون بالا یه دفعه تنابش ول میشه، کلن یه دفعه تاب میخوره. نگاه کنین الان کامل رفت بالا، خب الان یه دفعه سور میخوره، خیلی ترسناکه. نگاه کنین وایسی، نگاه کنین یه دفعه ول میشه میره. بچه اونجا 20 دقیقه ما تو صف بودیم تا بتونیم برسیم به تلکابین برای برگشت. نگاه کنید بچه بالاخره رسیدیم به تلکابین برای برگشت. بریم. الانم که یه دفعه تند میشه، ببین چقدر آرومه اینجاها. بعد یه دفعه اونجا میره داخل مه، نگاه کنید کامل مه. البته مه نیست، ابره. ما الان ما بین ابرایی، خیلی اصلا خیلی تند میشه یه دفعه. الان نگاه کنی یه دفعه اینجا تند میشه، دیدین یه دفعه شتاب میگیره. بعد میریم بین ابرا و به سمت پایین. خیلی خوب بچه ها، این بود از ولاگ تلکابین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ولاگ بعدی و ویدیوهای بعدی، بای بای.